چرا همیشه عینک میزنی؟ درآمدت از یوتیوب چقدره؟ دوست دختر داری؟ تا به حال تریاک کشیدی؟ قصد مهاجرت داری؟ آدم یه مدت نمیاد جلو دوربین قشنگ خجالتی میشه. من الان حس میکنم اومدم مهمونی، معذبم اینجا. بعد از حدود 3-4 سال فعالیت توی یوتیوب بالاخره تصمیم گرفتم که ویدیو Q&A بسازم و قراره که توی این ویدیو به سوالی که شما پرسیده بودین جواب بدم. فقط یه معذرت خواهی هم کنم بچه‌ها، این میکروفون فکر کنم پایش کجه، اینجوری مثل کیر خر اومده تو صورت من. سوال اول پرسیده که اسم چیه، چند سالته و اهل کجایی. داشمون 3 تا سوالو فرو کرد تو یکی. اسمم محمد، 21 سالمه و اهل تهرانم. سوال بعدی پرسیده که چی شد که یوتیوبر شدی. یادم زمان کرونا بود و من همینجوری تو خونه دست به خایه بودم، بیکار بودم کلا و یادم میاد که خیلی دوست داشتم استریم کنم. بعدش فهمیدم که اینترنتم خیلی کیریه و به همین دلیل نمیتونم استریم کنم و یه مدت بعدش با یوتیوب آشنا شدم، دیدم که فضای خیلی جالبی داره. گفتم آقا اون استریم رو که کیر شدیم نشد انجامش بدیم، حداقل بریم سراغ یوتیوب ببینیم چی میشه و این شد که الان اینجام. سوال بعدی دوست دختر داری؟ نه خیر ندارم. از کی یوتیوب شروع کردی؟ گفتم دیگه فکر کنم یه 3-4 سالی میشه. چرا همیشه عینک میزنی؟ والا همیشه عینک نمیزنم. مثلا تو خیلی از ویدیوهام که تصویرم نیستش کلا. اون ویدیوهایی هم که تصویر خودم داخلشون هست توی همشون عینک نزدم و خیلی از ویدیوها رو اگه دیده باشید کلا بدون عینک ضبط کردم. وقتایی هم که عینک میزنم دلایل مختلفی داره. یکیشون این رینگ لایتیه که الان خاموشه و بذار روشنش کنم. این اگه روشن باشه نورش واقعا کور میکنه منو اگه این عینک رو نزنم. سوال بعدی درآمدت از یوتیوب چقدره؟ بچه‌ها درآمد هر یوتیوبری رو خواستید بدونید یه سایت خارجی هستش به اسم سوشیال بلید. تو اون سایت اسم کانالی که میخواید رو وارد میکنید و بهتون میگه که تقریبا چقدر درآمد داره. البته عددی که میده خیلی دقیق نیست ولی معمولا درست حدس میزنه. سوال بعدی پرسیده که روزی که اومدی یوتیوب فکر میکردی به اینجا برسی؟ والا نه، من همینجوری خیاری یوتیوب رو شروع کردم و اصلا به آینده و بعدش فکر نمیکردم. فقط چنل رو زدم و شروع کردم ویدیو گذاشتن. سوال بعدی پرسیده که کیر چند سانته؟ حقیقتش من تا به حال دقیق اندازه‌گیری انجام ندادم ولی خب ریا نباشه یه 2 متری هست. چرا روم تور نمیذاری؟ والا حقیقتش من خودمم علاقه‌ای به روم تور ندارم. یعنی مثلا بقیه یوتیوبرها روم تور میذارن واسه من چیز جذابی نیست. ولی حالا باز خیلی از بچه‌ها اصرار میکنن میگن روم تور بذار. من یه 2 تا 4 تا کردم دیدم این اتاق هیچ جذابیتی نداره که مثلا من بخوام ویدیو بذارم ازش. حالا بذارید یکم رسیدگی کنم بهش یه ذره بهتر شد. آره شاید در آینده روم توری گذاشتم. سوال بعدی تا به حال تریاک کشیدی؟ نه آقا این چه سوالی آخه؟ الهی از در غیب برسون 4 تا حب تریاک بی عیب. کدوم نسخه جی تی ای رو بیشتر دوست داری؟ احتمالاً انتظار دارید الان بگم سن آندرس ولی خب نه، وایس سیتی رو من بیشتر از بقیه جی تی ای ها دوست دارم. سوال بعدی عراق یا کرج؟ حالا نظر من که مهم نیست ولی تا جایی که من میدونم سی جی از عراق حمایت میکنه. سوال بعدی پرسیده که چی باعث شد چنلت پیشرفت کنه؟ والا واقعا خدا کمک کرد. یعنی من قشنگ یادمه یه بار گفتم خدایا کمک کن این چنل 10K بشه. آره خلاصه یه مدت گذشت و چنل واقعا 10K شد و جدی خدا کمک کرد. چون من الان میرم ویدیوهای قدیمیمو میبینم واقعا یه سریاش افتضاح بوده. یعنی اینطور بگم بعضیاش در حدی فاجعه بود که من کلا از توی چنل پاکشون کردم و سر همینه که میگم جدی خدا کمک کرد این چنل 10K شد. بعد از 10K شدنم که اوضاع چنل یه مقدار فرق کرد، کلا حمایت‌های شما خیلی بیشتر شد و خودم سعی کردم که کیفیت محتوا رو یه مقدار بهتر کنم و الانم که 30K ساب داریم خدا رو شکر رو داریم ادامه میدیم. سوال بعدی پرسیده که قصد مهاجرت داری؟ نه ببین مسافرت دوست دارم مثلا بقیه کشورها و جاها رو برم ببینم ولی مهاجرت و نه واقعا. ایران وطنم کیرش دهنم. نه چی گفتم من؟ به جز جی تی ای چه بازی دوست داری؟ والا زیادم بازیایی که حتی بیشتر از جی تی ای دوستشون دارم. حالا یه مثال بخوام بزنم سری بازیای مافیا رو خیلی دوست دارم، مخصوصا مافیا 1. سوال بعدی انگلیش اور اسپانیش؟ سوال بعدی پرسیده که ماشین داری؟ اگه داری چیه؟ بله دارم، یک پژو 405 معذرت. سوال بعدی یوتیوبرای مورد علاقت کیان؟ والا از یوتیوبرای خارجی که بگم فکر نکنم بشناسید. از یوتیوبرای ایرانی هم حقیقتش من زیاد یوتیوب فارسی نمیبینم ولی خب بخوام بگم رضا فرشته و کینگز رون، این 2 نفر رو بعضی وقتا ویدیوهاشون رو میبینم. سوال بعدی دیگه واکتورو نمیذاری؟ ببین من 2 تا واکتورو گذاشتم و اونطور که باید حمایت نشد و این معنیش اینه که بچهای خوششون نیومده، پس بهتره که دیگه سراغش نریم. سوال بعدی پرسیده که وقتی ناراحتی چی خوشحالت میکنه؟
سوال بعدی، چرا لایو استریم نمیذاری؟ والا من که از خدام استریم بذارم، ولی خب متاسفانه اینترنت یاری نمیکنه. اینترنت موبایل که اینجا کلا ریده، اینترنت TDLTE هم طبیعتا همینطوره. با اینترنت ADSL که نمیشه استریم کرد، VDSL روی خط تلفن ما جواب نمیده و اینترنت فیبر نوری هم که هنوز اینجا نیاوردن. آخرین گزینه‌ای که من داشتم اینترنت پوینت تو پوینت بود که هزینه‌اش خیلی زیاده، یعنی تجهیزات و ایناش نزدیک 20 میلیون میشه که من به یکی دو تا شرکت گفتم بیان نصب کنن، اونا هم کارشناس فرستادن گفتن که اونم نمیشه و اینجا آنتن نمیده. در نتیجه من کیرم تو این اینترنت. سوال بعدی پرسیده که میدونستی صدات خیلی تخمیه؟ چاکرم داشت، نظر لطفته. 3 تا از فیلم‌های مورد علاقت، گودفلاس، شاوشنگ ردمپشن و هیتفول ایت. پرسیده که با چه برنامه‌ای ادیت میزنی؟ ادوبی پریمیر 2020. سوال بعدی، دیگه کار دوبله انجام نمیدی؟ نه بچه‌ها، دوبله و اینا رو کلا گذاشتم کنار. سوال بعدی، راز موفقیت توی یوتیوب چیه؟ ببین راز که نمیشه گفت، ولی حالا هر یوتیوبر یه سری تجربیات و اینایی داره توی یوتیوب. نمیدونم حالا شاید ربطی به موضوع چنل نداشته باشه، ولی اگر که خواستید توی کامنت ها بگید، من بعداً یه ویدیویی بسازم و توی اون ویدیو همه تجربیاتی که از یوتیوب دارم و بگم بهتون. سوال بعدی، آرزو و هدف چیه؟ والا فعلا اینه که این چنل رو به 100K ساب برسونم و اون لوح 100,000 تایی شدن یوتیوب رو بگیرم و بکنم تو کون، نه بزنمش اینجا به دیوار. سوال بعدی، دیگه از GTA 6 ویدیو نمیذاری؟ حالا بذار بیاد ببینیم چی میشه. اگر که عمری باشه آره حتما، چرا که نه. خب بچه حجم سوالایی که فرستاده بودین یه مقدار زیاد بود و واقعا نمیشد همشو توی این یه ویدیو جواب بدم. اگر که حالا بشه در آینده بازم ویدیو Q&A میسازم و بقیه سوالا رو جواب میدم. اگه ویدیو رو دوست داشتی همین لایکو بکن تو کونش و یه کامنت انگلیسی هم بذار که یوتیوب داره دهن منو سرویس میکنه. سابسکرایب با اینا هم که دیگه خودتون در جریانید. بچه‌هایی که تازه من آشنا شدید، من درباره GTA ویدیو میسازم و اگر به GTA علاقه دارید حتما کانال رو ساب کنید تا ویدیوها رو از دست ندید. همین دیگه آقا، دمتون گرم. چند تا ویدیو پیشنهادی هم میذارم براتون رو صفحه، اگر که دوست داشتید ببینید. حرف دیگه هم نمیمونه و تا ویدیوهای بعدی فعلا.